مردم فقیر فقر رو با رنج دریافت میکنن. فقر، نان نداشتن یا دغدغه تهیه نان، رنجی است که نمیتونی تو طبقه بندی اندیشه ها و ایدئولوژی ها و از این چیزها قرارش بدی، ارزش براش قائل بشی. روایت های زیادی هم داریم هم در دین که پیغمبر اسلام مشهوره که در دعاهاش یک دعایی رو تکرار میکرد که اللهم اعوذ بک من الفقر، یعنی خدایا به تو از فقر پناه میارم. یعنی چقدر فقر ترساننده است برای پیغمبر. یا اینکه مثل داریم، قصه داریم که میگن که شکم گشنه دین و ایمون نمیشناسه. یعنی چی؟ یعنی تو توقع ایمان از کسی که گرسنه است نداشته باش. اینقدر مهمه.